الو سلام اکا جلوغو. و علیکم السلام. جور ساعت خوب بخیر هستی؟ بیشتر اما شگر چیکار دا مشغولی دایی کرانتینی؟ والا خواب در خانه فقط تلویزیون تماشا کرده و فیسبوک ها رو تماشا کرده قرار در می خانه هستیم. دیگه کار نیست این فقط نه دیگه قرار در خانه خواب. والا تو باش که یک کس نام بگیرم به نام اقبال، یک کس را میشناسی فیروز جان؟ به نام اقبال یک کس در فیسبوک پیدا کردیم. از دوره جوانی برای بگویم یاد کنم. دوره جوانی یک قصه کنه اون خوب زنگ آمدی. یک کسی به نام ملا قلندر میگفتن. این اقبال بچه ملا قلندر بود. خب بچه ملا قلندر بود. بیادر در این قندوز مهاجر شده بود. در قندوز مهاجر شده بود. یک کمی بچه یک بچه که خوبش بود و در افغانستان در قندوز جا رو دختر چاپ میگفتن. بازی دارم یک اندیوال داریم به نام قماندان غلام. قماندان غلام تابع خیورا میگفتن. بازی این سر از این راجوری کرد و بعد خانی را در دام خود آورد. بازی خیلی وقت زمین بود مثل زن شواره بود و با زمین پیسه میداد پدرش. این ملا قلندر پیسه میداد. او به خاطر از اینکه پیسه میگرفت ملا قلندر دیگه بعد خانی اونجا بیخی پیش زمین می بود. پیش همین قماندان غلام می بود. خیلی وقت بعد خان پیشش بود و شوا بعد خان تا وقت پیش می بود. باز خودش که کارش خلاص میشه باز 3-4 تا بادیگاردای نزدیک داشت اندیوالاش باز با او رخ میکرد. بعد پیش از او می بود. خیلی وقت پیششان بود و بازی قدر رسوایی از یا شرمندگیشون زیاد شد که بعد کلگی در کمپ یا تاجیکا که فهمیدن از شرمندگی و از اینکه بعد پیش مردم به آبرو به عزت شدیم با خیستن رفتن طرف ایراد رفتن. باز یک مدت زمان در ایراد بود. اونجا دکانداری رو سر کردن. همین بازی بچه اقبال رفت پشاور گفت میرم اونجا مدرسه میخونم و ما چی میکنم. باز رفت در مدرسه. بازی در پشاور کی بود در مدرسه اونجا میخو بیچاره در اینجا مرضی شده بود. پیش قماندان غلام مرضی شده بود. به از چارهش نمیشد. بازی یک کسی بود به نام ابو مصنا. هم استاد بود تدریس میکرد. اونجا درس میدادم اون چیز مدرسه. هم دیگه بعد خان کتازی خانه ایسو برو کم هفته 2 شب 3 شب با می آورد زیات آباد پاکستان. زیات آباد پاکستان می آورد شیجا بعد خان کتش می بود. تو فقط کار لباسات میکرد و یعنی تو رنگ زن شوری بود پیش ابو مصنا. باز اینجا همین مانه یک ماه پس نیم ماه پس بعد $1,000 $1,500 با پدرش ایراد روان میکرد. افغانستان در ایراد روان میکرد با پدرش که اینجا ما هستم. باز خیلی وقت اینجا بود. باز کتانی ابو مصنا وقتی که یگون جنگ می بود یگون ماربا و یگون قبلی بود طرف ولایت خوست افغانستان و میرفت کتش. ولایت خوست افغانستان چندین مراتب رفت در جنگ و در گپا اشتراک میکرد اینجا. باز بعد از اینکه از اینجا خلاص سال با فکر که سال 2000 بود. سال 2000 بود آمد طرف چیز تاجیکستان. یک بود از زمان در تاجیکستان استاد بود. اونجا با اینجا خطه در کویت بود. اونجا بازی با اون بخبه می عربا و میا پدر قنز به نهضت شیعه گفته از او پیسه میگرفت. خیلی پیسه میگرفت. باز اونجا بود. این باز ما آخر خبر شدیم با فکر ما دبی بعد از این دیگه خبر ندارم که کجا است کجا نیست.